قلمرو حیوانات مجموعه‌ای خارق‌العاده از شگفتی‌های زنده، تپنده و طبیعی. با شکوه، فریبنده، باهوش و خارق‌العاده. مسحور کننده، جسمانی، غریزی و وحشی و درنده. بیایید گذشته، حال و آینده آنها را بشناسیم که به راستی اعجاب آور، واقعاً شکوهمند و به واقع شگفت‌انگیز هستند این حیوانات. بزهای کوهی، نمادهای آفریقا. بزهای کوهی، نمادهای آفریقا. این قاره پهناور زیستگاه بیش از 70 گونه از مجموع 91 گونه مختلف این حیوان است که در سرتاسر کره زمین یافت می شوند. زیبا، چابک، ظریف. در واقع آنها از خانواده بوفالو هستند، همچون بزها، گاوهای انبر و گاوها. خصوصیت چشمگیری که همه گونه‌های بز کوهی از آن برخوردار هستند، داشتن شاخ است. هر یک از این گونه‌ها اندازه و شکل مشخصی برای شاخهای خود دارند. یکی از این شاخهای مسحور کننده شاخهای پیچ در پیچ بز کوهی است که طرح‌های زیبایی دارد. زیستگاه‌های مختلف پذیرای این بزهای کوهی هستند که هم علف می‌خورند، هم شاخ و برگ. از علفزارها گرفته تا مناطق بیابانی خشک و بایر، تا مرداب‌ها و تاراب‌های سرسبز ممکن است محل مناسبی برای زندگی آنها باشد. بزهای کوهی به جست و خیزهای چالاک مشهورند. به داشتن استقامت و بنیه قوی هم شهرت دارند، خصوصیاتی که در مهاجرت‌های عظیم و سالیانه گوزن‌های یالدار به خوبی متجلی می‌شود. این منظره تماشایی یک جاذبه توریستی بین‌المللی است. بزهای کوهی چه تنها یا به عنوان عضوی از یک گله موجوداتی قوی، زیبا و جالب هستند. از نگاه جانورشناسی شیوه‌های متعددی برای توصیف ماهیت یک بز کوهی وجود دارد. اول اینکه به عنوان حیوانات پستاندار طبقه بندی می‌شوند. پوست پشمالوی یک بز کوهی و این واقعیت که آنها به بچه‌های خود شیر می‌دهند دو نشانه بارز این مسئله است. و دومی که از نظر سلسله مراتب طبقه بندی بزهای کوهی به رسته پستانداران سم شکافته تعلق دارند. به عبارت دیگر، سمدارانی که تعداد انگشتانشان فرد است و جزو پنجمین راسته بزرگ پستانداران هستند. سمداران حیواناتی گیاهخوارند که از مواد گیاهی تغذیه می‌کنند. آنها گروه مختلفی هستند که از 10 خانواده تشکیل می‌شوند. یکی از آنها خانواده گاوسانان است. حیواناتی که 20 میلیون سال است روی کره زمین زندگی می‌کنند. در این خانواده بزرگ، آنهایی که جزو گروه گاوها، گوسفندها یا بزها نیستند، جزو بزهای کوهی طبقه بندی می‌شوند. به این طبقه بندی جالب گاهی زیر مجموعی از آرای شناسی زیستی گفته می شود که به هیچ زیر مجموعی دیگری شباهت ندارد. با وجود تفاوت‌هایی که در این زیر مجموعه وجود دارد، بزهای کوهی خصوصیات مشترکی هم دارند. دست و پای دراز، گردن باریک، گوش‌های بزرگ و در رأس همه آنها شاخهایشان. این ساختارهای دائمی محوری استخوانی دارند که اطرافش را کراتین پوشانده، همان ساختار پروتئینی فیبری شکلی که سمها، موها و سرپنجه‌های حیوان را تشکیل می‌دهد.
اندازه، شکل و بافت این شاخه‌ها هم مثل حیواناتی که این شاخه‌ها بر سرشان میروید متفاوت است. همه بزهای کوهی نر شاخ دارند، اما فقط بر سر بعضی از ماده‌ها این شاخه‌ها میروید و غالباً ماده‌های گونه‌های بزرگتر این حیوان شاخ دارند. این شاخه‌های جالب و در عین حال کاربردی پیوسته در سراسر زندگی بزهای کوهی رشد می‌کنند. اسمی که روی هر یک از جنسیت‌های این حیوان می‌گذارند بستگی به اندازه جثه آنها دارد. در مورد گونه‌های بزرگتر به نرها گاو نر و به ماده‌ها ماده گاو می‌گویند. به بزهای کوچکتر اگر نر باشند قوچ و اگر ماده باشند میش می‌گویند. تمام بزهای کوهی مثل اقوام خود در خانواده گاوها پستاندار و نشخوار کننده هستند. ساده تر بگوییم آنها سمدارانی هستند که غذای نیمه جویدی خود را نشخوار می‌کنند. آنها به جای دندان‌های ثنایای بالا لثه سفتی دارند که با دندان‌های ثنایای پایین کار می‌کنند تا یک لقمه گیاه را تکه تکه کنند. از جهت پوست، اکثر بزهای کوهی روی پوست خود پشم کوتاه و پرپشت با رنگ‌های خاکی متفاوتی دارند و پوست شکم‌هایشان کمرنگ است. گله بزهای کوهی در هر جا که پرسه بزنند جلوه زیبایی به منظره طبیعی آنجا می‌بخشند. بزهای کوهی آمیزه‌ای از حیوانات مختلف هستند و گونه‌های مختلف آنها در آفریقا، خاورمیانه و آسیا یافت می‌شوند. در آفریقا بزهای کوهی با 72 گونه از بیشترین تعداد برخوردارند. برخلاف این باور متداول که بزهای کوهی در دشت‌های آمریکا پرسه می‌زنند، ایالات متحده در این فهرست قرار ندارد. گوزن شاخ چنگالی شبیه بز کوهی است، اما در حقیقت جزو گونه‌های این حیوان محسوب نمی‌شود. شاخ چنگالی‌ها در آمریکای شمالی تندروترین حیوانات خشکی هستند و قادرند حتی از یوز پلنگ هم جلو بزنند. آسیا میزبان 14 گونه از بزهای کوهی است، از جمله نیلگای، جانور بزرگی شبیه گاو که بومی شبه قاره هند است. گاهی به آنها گاوهای آبی میگویند چون پوست نیلگاهای نر به رنگ آبی مایل به خاکستری است. جلگه‌های وسیع و بیدرخت آسیای مرکزی همان جایی است که این موجودات غیرعادی در آن پرسه میزنند. آنها بزهای کوهی سیگا هستند. در تابستان دماغ‌های گرد و گوشتالوی آنها جلوی عبور گرد و غبار را میگیرند و در زمستان هوای سرد را گرم میکنند. بزرگترین بز کوهی دنیا به درستی نام گاوسان غول‌پیکر دارد. بزرگترین بزهای کوهی نر یا گاوهای نر که در آفریقا یافت میشوند قدشان از زمین تا شانه به 1 متر و 80 سانتی متر و وزنشان به 1 تن میرسد. ماده گاوها هم نصف جثه آنها را دارند. کوچکترین عموزاده‌های آنها بز کوهی سلطنتی است و در میان درختان کوچک جنگل بارانی زندگی می‌کند. او که جانور کوچکی است و از نظر اندازه و ابعاد به خرگوش شباهت دارد، کاملا مناسب زیستگاه انبوهی است که در آن زندگی می‌کند. یکی از تیرهای فرعی این حیوان بز کوهی شاخ پیچ‌پیچی است که شامل گاو کوهی آفریقایی هم هست. این موجودات رنگ پریده و خطدار و شبیه گاو کندرو هستند. نرها از ماده‌ها بزرگترند و قبقب بزرگتری دارند. کودوها گونه‌های دیگری هستند که شاخ پیچداری دارند. آنها صورت‌های زیبایی دارند، بدنی راه و یال بلندی از مو که روی ستون مهره‌هایشان قرار گرفته است. شاخهایی بزرگ و تابدار فقط در نرها دیده می شود. نیاله‌ها نمونه دیگری از این بز کوهی با قامت متوسط هستند. نرها و ماده‌ها هر کدام ظاهر متفاوتی دارند. نرها پشم و یالهای تیره و پرپشت دارند و البته به اضافه شاخ، در حالی که ماده‌ها تقریباً از نظر جثه نصف آنها هستند و پشمایی به رنگ خرمایی یا شاه بلوطی دارند. با توجه به تفاوت جثه، نیالای ماده را به جای گاو میش مینامند. هر دو جنسیت خطوطی راه دارند، اما در میشا این خطوط روشن‌تر است. یک بز کوهی شاخ پیچدار که از سایر هم‌نوعان خودش متمایز است، سیتاتونگا است. این بزهای کوهی هم در محیط‌های خشک هم مرطوب با خوشحالی زندگی می‌کند. روی زمین خشک سمهای دراز و فاصله دار آنها ممکن است باعث بشود آنها ناشیانه راه بروند، اما در میان گل و مرداب زرنگ و چابک هستند. این وابستگی طبیعی با محیط‌های پرآب دلیل آشکاری است بر اینکه آنها را قوچ‌های مرداب می‌نامند. جثه و شکل ظاهری نرها و ماده‌ها فرق دارند. فقط
نرها شاخ در میآورند و شاخهایشان حداقل تا 60 سانتی متر رشد می‌کند. آنتیلوپین ها یک گروه فرعی دیگر هستند که گاهی به آنها بزهای کوهی واقعی هم میگویند. آهوهای جهنده آفریقای جنوبی یکی از معروفترین اعضای این گروه هستند. آنها پستانداران کوچکی هستند که بین 30 تا 45 کیلوگرم وزن دارند. هر دو جنسیت شاخ دارند. آنها از قوچها بزرگترند. خصلت برجسته آهوهای جهنده چابکی آنهاست. این موجودات زیبا قادرند 80 الی 90 کیلومتر در ساعت بدوند و جهش‌های بلندی تا 4 متر داشته باشند. یک بز کوهی واقعی دیگر آهوی تامسون است که به تامی شهرت دارد. آنها متداول‌ترین آهوهای شرق آفریقا هستند. در انتهای بدنشان یک لکه مشخص سفید رنگ وجود دارد. این آهوها شاخهایی حلقه مانند دارند. آهوهای تامسون روی دو پای خود نیستند تا بتوانند غذا بخورند. گردنهای درازشان هم کمک می‌کند تا به شاخ و برگ‌های دور از دسترس برسند. ویژگی که باعث شده به آهوی زرافه‌ای معروف شوند. آنها با حفظ تعادل روی پاهای عقبیشان برگ‌ها را از شاخه‌های تیغداری می‌کنند که 2.5 متر از سطح زمین بالاتر رفتند. این جانوران سمدار و مقاوم به نوشیدن آب احتیاج ندارند چون می‌توانند از رژیم گیاهخواری خودشان مقدار زیادی آب به دست بیاورند. دیگر طیف بزهای کوهی واقعی آهوی کوچک آفریقایی است. یک آهوی رشد کرده و بالغ حدود 0.5 متر قد دارد. هر دو جنسیت به یک اندازه وزن دارند. قوچها شاخهای باریک، نوک‌تیز و عمودی در می‌آورند. در حالی که بقیه اعضای بدنشان ظریف و زیباست، گوش‌هایشان از این قاعده مستثنا است. ظاهر زیبا در فهرست اولویت‌های آنها رتبه بالایی ندارد، اما پایداری و مقاومت از این امتیاز برخوردار است. و قدرت شنوایی فوق‌العاده آنها توانایی لازم را برای پرهیز و گریز از شکارچیان گرسنه در اختیارشان می‌گذارد. گوزن یالدار درشتیکن که گنو هم نامیده می شود و یکی دیگر از شاخه‌های فرعی این گونه است و از دو گونه دیگر بزرگتر است، گوزن یالدار آبی است. قد آنها 1 متر و 40 سانتی متر است و حداکثر وزنشان به 275 کیلو می رسد. بالای صورت دراز و مستطیل شکلشان یک جفت شاخه کلفت رویده است. هر دو جنسیت شاخ دارند. علاوه بر این، گوزن‌های یالدار آبی روی بدنشان خطهای تیره رنگی دارد. همچنین ریش، یال پرپشت و دم‌های دراز. آهوهای آفریقایی تنها اعضای خانواده گروه خودشان هستند. آنها بزهای کوهی با قامتی متوسط هستند که حدود 60 کیلوگرم وزن دارند. هر دو جنسیت شبیه یکدیگرند. نرها یا قوچها با شاخهایشان مشخص می‌شوند که ممکن است تا 75 سانتی متر طول داشته باشد. آهوها هم مثل غزال‌های آفریقایی پاهای چابکی دارند. آنها می‌توانند یک فاصله 10 متری را با پرش طی کنند. این توانایی در شرایطی که ضرورت ایجاب کند برای یک فرار سریع بسیار مناسب است. آریکس یا غزال بزرگ آفریقایی نوع جسور و پرطاقت بز کوهی بزرگ است که میتواند در دشت‌های خشک زندگی کند. وزن اوریکس‌های بالغ ممکن است به 175 کیلو برسد. در انگلستان قرون وسطی شاخه‌های طبیعی آنها به عنوان شاخ کرگدن‌های تک شاخ فروخته میشد. شاخه‌های آنها جادویی نیستند، اما به عنوان سلاح‌های دفاع شخصی به هنگام حمله حیوانات وحشی مثل شیر یا پلنگ مورد استفاده قرار می‌گیرند.
بزهای کوهی سیاه با گردنهای کلفت و بدنهای درشت شبیه اسب به نظر میرسند و این شباهت را یالهای آنها تکمیل میکند. شاخهای حلقه‌دار آنها مثل شمشیر هلاری شکل به طرف عقب و شانه متمایل شده و وقتی بزرگ میشوند پوست قهوه‌ای متمایل به قرمزشان تیره میشود. بزرگسالانی که کاملا رشد کرده اند وزنشان تا 1400 کیلوگرم میرسد. اعضای نژاد کوبوس عمدتاً در باتلاق زندگی می‌کنند. دشت‌های سیلابی و باتلاق‌ها زیستگاه مطلوب آنهاست. آهوهای آبدوست آفریقایی سمداران بزرگ و پشمالویی هستند که حلقه‌ای غیر عادی روی کفل خود دارند. ماده‌ها از نرها کوچکترند و شاخهای بزرگی دارند که به طرف جلو انحنا پیدا کرده. همانطور که از اسمشان پیداست، آنها به منابع آبی دائمی وابستند و هیچگاه از این گونه مناطق دور نمی‌شوند. بزهای کوهی باتلاق‌های آفریقا عضو دیگری از گروه کوبوس هستند که جثه متوسطی دارند. آنها شناگران خوبی اند و غیر عادی نیست در جایی به علف خوردن بپردازند که آب تا شانه‌هایشان بالا آمده است. وقتی مورد حمله قرار می‌گیرند از آب به عنوان پناهگاه استفاده می‌کنند. از باتلاق تا بوتزار این موجودات ظریف و زیبا در همه جا زندگی می‌کنند. دیک‌دیک‌ها یا همان آهوهای کوچک آفریقا یکی از کوچکترین بزهای کوهی هستند. بزرگترها بین 3 تا 6 کیلو وزن دارند و هم وزن یک گربه خانگی اند. دیک تقلیدی است از صدای هشدار دهنده ماده‌ها در زمان تهدید. با چنین محدوده وسیع از گونه‌های مختلف که در این قاره زندگی می‌کنند، باید گفت آفریقا پایتخت بزهای کوهی دنیاست. زنده ماندن در حیات وحش آفریقا چالشی روزمره است که بزهای کوهی با آن مواجه‌اند. دامنه وسیع از سازگاری‌ها و مهارت‌های خاص موفقیت پیوسته آنها را امکان پذیر می‌کند. آنها به عنوان موجوداتی گیاهخوار طعمه حیوانات وحشی هستند. شیرها، پلنگ‌ها، یوزپلنگ‌ها، کفتارها و سگ‌های وحشی بزرگترین تهدید برای آنها هستند. بزهای کوهی از روش‌های مختلفی برای فرار از خطر استفاده می‌کنند. سرعت یکی از آن تمهیدات است. بزهای کوهی یکی از تندروترین حیوانات دنیا هستند. آن دست از گونه‌های بزهای کوهی که در دشت‌های وسیع پرسه می‌زنند جزو بزهای بزرگتر هستند و اصولاً جثه بزرگ یک عامل بازدارنده است. البته چابکی هم به کار می‌آید، به خصوص وقتی جایی برای پنهان شدن وجود نداشته باشد. بدن آنها برای سرعت ساخته شده و آنها زورمندی و پرطاقتی را همراه با دست و پای بلند و عضلانی دارا هستند. گوزن‌های یالدار وقتی شتاب می‌گیرند می‌توانند 70 کیلومتر مسافت را طی 1 ساعت بپیمایند. بزهای کوهی پرطاقت‌اند. حیوانات وحشی و شکارچی مثل یوزپلنگ‌ها قهرمان دوی سرعتند، اما اوج سرعتشان مدت کوتاهی دوام دارد. در ضمن شناختن دشمن به آنها در ذخیره انرژی کمک می‌کند. شیری که در فضای باز دیده شود تهدیدی به شمار نمی رود، چون این گربه‌سانان بزرگ همیشه برای شکار کمین می کنند.
این حیوانات با دیدن یوزپلنگی که از راه دور میآید باید فرار کنند، چون آنها توانایی سریع دویدن را دارند. بزهای کوهی کوچکتر می توانند در میان گیاهان پنهان شوند. گونه‌های بزرگتر هم برای حفظ امنیت خود به وجود گله متکی‌اند. هرچه تعداد چشم‌ها و گوش‌ها بیشتر باشد، امنیت آنها هم بهتر و بیشتر خواهد بود. اغلب اوقات گله‌های بزهای کوهی آنها را احاطه می‌کنند. استتار طبیعی راه دیگری است که بزهای کوهی با استفاده از آن از جلب توجه ناخواسته پرهیز می‌کنند. هر یک از گونه‌ها پوستی دارد که با محیط زندگیش تناسب دارد. رنگ پوستی که تقریباً با رنگ زمین هماهنگ باشد، این امکان را به وجود می‌آورد که با محیط پیرامونشان درآمیزند. پوست پوشیده از پشمیامو به آنها کمک می‌کند از چشم شکارچیان پنهان شوند. بسیاری از بزهای کوهی روی بدنشان خطوط عمودی دارند. این خطوط ضمن اینکه آنها را جذاب جلوه می‌دهد، نقش پنهان کردنشان را هم ایفا می‌کند. چون این تصور می شود که این خطوط طرح کلی بدن آنها را مخدوش کرده و حیوانات وحشی را دچار سردرگمی می کند. یک ترفند دیداری دیگری هم در اثر رنگ پوست و پشم حیوانات مؤثر واقع می شود، به خصوص رنگ‌هایی که روی پشت و شکم آنها وجود دارد. پشت این حیوانات که به رنگ تیره است، نور خورشید را به سمت پایین جذب می کند، در حالی که رنگ روشن شکم آنها نور را منعکس می کند و از تضاد بین دو بخش بالا و پایین می کند و همین مسئله به آنها کمک می کند بیشتر با محیط اطراف خود درآمیزند. حواس قوی آنتلوپا امکان می‌دهد زیستگاه خود را به دقت زیر نظر بگیرند و از وجود خطرات احتمالی که کمین کردند آگاه شوند. مردمک‌های افقی چشم و چشمایی که در دو طرف سر آنها قرار گرفتند به این حیوانات دامنه بینایی وسیع هم در جلو هم در عقب می‌دهند. دماغ و گوش‌های حساس آنها پیوسته آماده و هوشیارند تا هر گونه شواهدی را که نشانه خطر باشد دریافت کنند. علاوه بر مهارت‌های فوق‌العاده در زمینه گریز از خطر، اکثر بزهای کوهی مجهز به یک جفت سلاح دفاعی شخصی اند. شاخه‌های گونه‌های بزرگی که به صورت گله‌ای حرکت می‌کنند اغلب اوقات مهمتر هستند، چون نرها از این شاخه‌ها در جنگ به منظور کسب حق جفتگیری استفاده می‌کنند. برای حفاظت از کاسه سرشان عمدتاً شاخه‌ها در وسط سر آنها با یک ورقه یا صفحه سفت و سخت استخوانی به نام ورجستگی به هم جوش می‌خورند. بزهای کوهی آبدوست یک نوع دفاع شخصی غیر عادی دارند. بوی بد بدنشان. بوی تعفن بدنشان به خوبی شیرها را متفرق می‌کند. این نشانه روشن و پرقدرت است که به آنها دور باش می‌گوید. البته بزهای کوهی از بو برای برقراری ارتباط با یکدیگر هم استفاده می‌کنند. آنها پیام‌های خود را با استفاده از ترشحات حفره‌ای که در جلوی چشم‌هایشان قرار دارد، یعنی غده‌ای در جلوی کاسه چشمشان، پخش می‌کنند. سایر غده‌های بودار روی زانوهایشان و بین شکاف میان سم‌هایشان قرار دارند. بوها می‌توانند قلمرو خاص حیوان را هم علامت گذاری کنند یا صرفاً حضور او را به اعضای گله اطلاع بدهند. وقتی در محدوده خود قدم میزنند، قسمت‌هایی از بدن خود را که بو تولید می‌کند روی گیاهان می‌مانند. تنه درختان و صخره‌ها. محیط‌های متفاوت نیازمند سازگاری با پاپوش‌های طبیعی است. در حالی که تمام بزهای کوهی سم‌های شکافتری دارند، گروهی دیگر تغییرات و اصلاحاتی در آن به وجود آوردند تا در سرزمین محلی خودشان بتوانند آسان‌تر راه بروند. آهوهای کوچک و تیسپا سم‌های کوچک و گردی دارند که کف آنها شبیه لاستیک است تا بهتر بتوانند به زیستگاه‌های صخره‌ای خود قدم بگذارند. بزهای کوهی مردابی برای اینکه در میان گل و لای ثابت بمانند، سم‌های بزرگ و پهنی دارند.
پاهای این آنتولوپ‌های مردابی هم به گونه دیگری تغییر کرده است. به این معنی که پاهایشان پوشیده از یک ماده مقاوم در برابر آب است. بنابراین وقتی در میان آب‌های کم عمق می‌دوند، مجبور نیستند پاهایشان را به سختی به طرف جلو بکشند. با استفاده از سازگاری‌ها و مهارت‌های اینچنینی، نسل‌های متعدد بزهای کوهی برای خودشان مسیرهای باریکی در باتلاق‌ها به وجود آورده و موفق شدند. بزهای کوهی یا آنتولوپا به خانواده گاوسانان تعلق دارند. گروهی از پستانداران که 20 میلیون سال قبل در آفریقا و اوراسیا پدیدار شدند. نخستین گاوسانان حیوانات جنگلی کوچکی بودند و از نظر جثه به آهوهای کنونی شباهت داشتند. بزهای کوهی به عنوان یک گروه در آفریقا موفقیت‌های بزرگی به دست آوردند، اما به نظر می‌رسد که در قاره آمریکا تقریباً تازه وارد هستند. 15 میلیون سال قبل وقتی توده‌های خشکی در حال حرکت بودند، اوراسیا با آفریقا برخورد کرد. بزهای کوهی آن منطقه را ترک کرده و پراکنده شدند و گونه‌های متعددی پیدا کردند. گیاهان بومی به آمدن آنها واکنش نشان دادند. پژوهشگران دریافتند که روی گیاهان آفریقایی از جمله درختان عقاقیا در همان مقطع زمانی تیغ‌ها و خارهای شروع به رویدن کردند تا از خودشان در مقابل این نشخوار کنندگان متوسط و بزرگ مثل گوسن‌های آفریقایی و آهوها دفاع کنند. تا 55,000 سال پیش عموزاده‌های باستانی گوسن‌های یالدار در صحراهای کنیا پرسه می‌زدند. بزهای کوهی یا آنتولوپا خویشاوندان نزدیک زیادی دارند، از جمله 140 گونه از گاوسانان که همه سمداران فرد انگشتی هستند. دامنه گسترده آنها از پستانداران بزرگ مثل گاومیش کوهاندار، بوفالو و گاو عنبر بود تا بزها و گوسفندها. این موجودات شاخدار مثل بزهای کوهی که عموزاده‌هایشان بودند، عاشق علفزارها بودند و نشخوار می‌کردند و با این کار می‌توانستند گیاهان را هضم کنند. در میان گاوسانان شباهت‌های فامیلی مثل اعضای این گروه باستانی هیوله‌های مقاوم بسیار زیاد است. مشاهده بزهای کوهی شگفت‌انگیز است. هر یک از گونه‌ها الگوی رفتاری خاص خودش را دارند. به طور کلی آنها موجودات بسیار باهوشی نیستند. رژیم غذایی آنها هم گویای همین مسئله است. آنتولوپا به عنوان حیوانات گیاهخوار نیازی ندارند که غذای خود را تعقیب کنند. به سرعت انتقال زیاد و حیله‌گری هم احتیاجی ندارند. آنها چون گیاهخوار هستند در پایین زنجیره غذایی قرار دارند و همین مسئله آنها را در مقابل گوشتخواران آسیب پذیر می‌کند. برای جبران این نقیصه اکثر بزهای کوهی در گله‌هایی دور هم جمع می‌شوند. نکته که آنها به طور غریزی می‌فهمند، امنیت در تعداد زیاد است. اینکه آنها چقدر اجتماعی باشند معمولاً به اندازه و تعداد آنها بستگی دارد. بزهای جنگلی کوچکتر مثل غزال کوچک آفریقایی موجوداتی منزوی و خجالتی اند. این پستانداران ظریف و زیبا به عادت خود در پریدن و جهیدن در میان گیاهان انبوه به هنگام ترسیدن شهرت دارند. واژه داکر یعنی اسمی که روی آنها گذاشتند به معنای فرود آمدن در آفریقا است. در مقایسه آهوها با تعداد زیاد به صورت گله دور هم جمع می شوند و تعدادشان به 200 آهو می رسند. این بزهای کوهی با قامت متوسط را در دسته‌هایی تقسیم بندی می کنند، از جمله گروه‌های تولید مثل، نرهای سرزمین و گله مجردها که شامل نوجوانان نیمه بالغ و نرهای بالغ می شود. هرچه سن و سال آنها بالاتر می رود، مقام و موقعیت اجتماعیشان رفیع‌تر می شود. قوچ‌ها به شدت نسبت به قلمروی خودشان تعصب دارند و وقتی برخوردها و حرکات تهدیدآمیز به نتیجه نمی رسد، جنگ آغاز می شود تا مسائل مربوط به برتری و تسلط حل و فصل شود. آهوها در روز فعالند و وقت خوردن به جستجوی غذا و استراحت کردن می‌گذرانند. به خصوص هنگامی که خورشید در اوج تابش و درخشش است و البته تیمار کردن. آهوها از یک عادت غیر معمول یعنی تیمار کردن دو جانبه برخوردارند. آنها تنها سمدارانی هستند که چنین رفتاری از خودشان نشان می‌دهند.
آهوها از دندان برای جستجو در میان پوست و پشم یکدیگر استفاده می‌کنند تا انگل‌هایی مثل کنه را از بین ببرند. ارتباط میان آهوها از طریق صدا، بو و زبان بدن برقرار می شود. یک شیوه خاصی که آنها از آن طریق با هم حرف میزنند بیرون آوردن زبان است. از این راه می توانند ماده ای را به سوی خود جلب کنند یا به حریفی بگویند که از آنها دور شود. یکی دیگر از آهوهای درشت‌هیکل نیالا است. آنها در زمانهایی از روز که خنک‌تر است فعالند، مثل صبح زود و اواخر عصر. نیالا با وجود جثه بزرگش حیوانی خجالتی و محتاط است که به جای فضاهای باز در میان درختان انبوه حرکت می‌کند. گله‌های آنها اغلب کوچک هستند، حد اکثر 10 عدد. آنها ممکن است گروه خود را با شرکت همجنسان خود یا با حضور هر دو جنسیت تشکیل دهند. نیالاها برای هشدار دادن به دیگران در مورد خطر صدایی شبیه پارس سگ تولید می‌کنند. میشا بیشتر این صدا را در می‌آورند. یک نوع از بوس‌های کوهی که به دلیل رفتار اجتماعی پیشرفته شهرت دارد، توپی است. گاهی آنها ممکن است متشکل از 15 تا 20 عدد باشند یا وقتی شرایط نامساعد و وخیم است به صدها عدد برسند. در بعضی از مناطق ممکن است یک توپی نر و گروهی از توپی‌های ماده یک گله را تشکیل بدهند. در مناطق دیگر گروه‌های بزرگی از توپی‌های ماده مشاهده می‌شوند که با هم حرکت می‌کنند و از مناطق کوچکی که نرها آن را اداره می‌کنند می‌گذرند. این مناطق پاتوق نامیده می‌شوند. این بوس‌های کوهی که پوستی براق دارند از روی عادت روی تپه‌های موریانه مثل نگهبان می‌ایستند. توپی می‌تواند از این نقاط مرتفع افق را زیر نظر بگیرد و مراقب نزدیک شدن یک جفت بالقوه یا هر دردسری باشد. اگر از آنچه می‌بیند راضی نباشد، به نشانه هشدار خرناس می‌کشد. وقتی فصل تولید مثل نزدیک می شود، بوس‌های کوهی نر روی قطع زمینی جمع می شوند که به آن محل جفتگیری می گویند و در آنجا شروع به اجرای نمایش می کنند. بوس‌های کوهی ماده هم نمایش را تماشا می کنند و شریک زندگی خود را با توجه به قابلیت‌هایش انتخاب می کنند. توانایی شگفت‌انگیز دیگری که بوس‌های کوهی به نمایش می گذارند، بالا پریدن با پشت خمیده و پاهای صاف است. رفتاری که تصور می شود نوعی علامت جسورانه و ستیزگرانه به شکارچیان است، به این معنی که شکار حیوانی که قادر است چنین حرکات دشواری انجام دهد بسیار دشوار است. وقتی نوبت به اجراهای پرابهت میرسد، یکی از بزرگترین نمایش‌های روی زمین را گوزن‌های یالدار به اجرا در می‌آورند. مهاجرت سالانه آنها جزو یکی از عجایب هفتگانی دنیاست. بیش از 1,500,000 گوزن یالدار در این سفر رفت و برگشت حماسی شرکت می کنند. مسیری که در یک حرکت چرخشی در جهت حرکت عقربه‌های ساعت از سرنگیتی در جنوب تا پارک طبیعی ماسای مارا در شمال ادامه دارد. صدها هزار آهو، گورخر و تعداد بیشماری از حیوانات دشت‌ها به جمعیت عظیم گوزن‌های یالدار می‌پیوندند. علت این پدیده طبیعی ساده است: جستجوی مداوم برای چراگاه خوب.
این حرکت دست جمعی عظیم ممکن است بی‌نظم و آشفته به نظر برسد، اما پژوهش‌ها نشان داده که روشی برای آن وجود دارد. یک گله گوزن یالدار به حرکت در می‌آید و محیط خود را شناسایی می‌کند و از خصوصیتی برخوردار است که به هوش و شعور جمعی معروف است و نیز غلبه گروهی بر تمام مشکلاتی که در سر راه آنها قرار گیرد. فصل زایمان هم در خلال سفر آغاز می شود و طی آن 500,000 بچه گوزن یالدار به جمع آنها اضافه می شود. اکثر نوزادان ظرف 2 هفته متولد می شوند. بچه ها چند دقیقه پس از تولدشان می توانند روی پای خود بایستند. و سپس شروع به دویدن می کنند. یک مهارت ضروری برای همراهی با این گروه عظیم. حیوانات وحشی و شکارچی به دنبال این گروه عظیم به راه میافتند و از شکار آسان بهره مند میشوند. عبور از رودخانه در این مهاجرت سالانه خطرناک است. گله‌های عظیم گوزن‌های یالدار باید با 2 معضل مواجه شوند. رودخانه گرومتی و رودخانه مارا که در شمال آن واقع شده است. گوشتخواران گرسنه یک مشکل است. لگدمال شدن مشکل دیگر. این مشکلات وقتی بروز می‌کنند که توده‌های عظیم حیوانات از سراشیبی بستر رودخانه‌ها می‌گذرند. در این مرحله بچه‌ها چند ماه شدند و باید همراه با سایر اعضای گروه در آب شیرجه بزنند و در رودخانه غوطه‌ور شوند. در غیر این صورت عقب می‌مانند. این تلاش دیوانه‌وار در آب است و انگیزه اصلی آن زنده ماندن است. برای آنهایی که موفق می‌شوند، پاداش ساده است: علفزارهای سبز و خرم. از جمعیت انبوهی که به راه می‌افتند، تقریباً 250,000 حیوان در جریان سفر سالانه از بین می‌روند. آنها در اثر خستگی، بیماری، گزند و حمله حیوانات وحشی و غرق شدن جان خود را از دست می‌دهند. سراسر این مهاجرت عظیم 2900 کیلومتر راه است. طولانی ترین مهاجرت حیوانات در خشکی سیاره زمین. وقتی آنتلوپ‌ها به دنیا می‌آیند، والدینشان به 2 شیوه آنها را بزرگ می‌کنند. اگر نوزادی که متولد می‌شود به یکی از گونه‌های مهاجر تعلق داشته باشد، مثل گوزن‌های یالدار، نوزاد می‌تواند ظرف چند دقیقه بعد از تولدش راهی سفر شود. بچه‌ها کنار مادرشان می‌مانند و از حمایت گله بهره مند می‌شوند و رشد می‌کنند و به کمال می‌رسند. گوزن‌های یالدار می‌توانند در حیات وحش تا 20 سال عمر کنند. موسای کوهی غیر مهاجر مثل آهوها بچه‌هایشان را با روش متفاوتی بزرگ می‌کنند. بعد از 6-7 ماه بارداری، مادرهای آینده گله را ترک می‌کنند تا جای امنی بیابند و بچه خود را به دنیا بیاورند و بعد او را پنهان می‌کنند. زایمان‌ها عمدتاً در وسط روز رخ می‌دهد و این زمانی است که حیوانات وحشی و شکارچی در حال استراحتند. آهوها هنگام تولد حدود 5 کیلو وزن دارند. در هر فصل تولید مثل، تعداد نوزادان ماده‌ای که متولد می‌شوند 2 برابر تعداد نوزادان نر است. آهوی مادر وقت خود را با علفخواری و پرستاری از نوزادی که پنهان کرده می‌گذراند. وقتی چند روز از تولد بچه‌اش می‌گذرد، آنقدر قوی شده که بتواند به گله بپیوندد. گروه‌های آهوهای ماده ممکن است تا 10 عضو داشته باشند. اندکی بعد بچه‌ها به مهد کودک یا گروه پرستاری می‌پیوندند و در آنجا غذا می‌خورند، بازی می‌کنند و با یکدیگر به گردش می‌پردازند. در چند هفته اول بچه آهوها در مقابل حملات حیوانات وحشی آسیب پذیرند و نیمی از آنها طعمه حیوانات شکارچی می‌شوند.
البته نزدیک بودن به گله تا حدودی امنیت آنها را تأمین می‌کند. بچه آهوها را وقتی 4 تا 6 ماه هستند از شیر مادر می‌گیرند. در این سن نرهای جوان را از گروه مادران اخراج می‌کنند و آنها در کنار گله می‌مانند تا وقتی که بتوانند به گروه نرهای مجرد بپیوندند. حداکثر 60 آهوی نر می‌توانند با هم یک گروه را تشکیل دهند. آهوهای جوان در اولین سالگرد تولدشان به سن بلوغ می‌رسند. فقط نرها یک جفت شاخ در می‌آورند که شبیه حرف اس است. این شاخه‌ها حداکثر تا 90 سانتی متر رشد می‌کنند. نرها از نظر جثه کمی بزرگتر هستند و در مقایسه با ماده‌ها بدن عضلانی‌تر و ورزیده‌تری دارند. ماده‌ها می‌توانند از 18 ماهگی شروع به تولید مثل کنند، در حالی که نرها باید صبر کنند تا توانایی حفظ و مراقبت از قلمروی خود را به دست بیاورند و بعد شروع به تولید مثل کنند. این فرآیند ممکن است 5 تا 6 سال طول بکشد. آهوهای نر با شاخ به شاخ شدن می‌جنگند تا حق تولید مثل را به دست بیاورند. پاداش پیروزی در این نبردها به دنیا آمدن آهوهای جدید است. طول عمر آهوها شبیه سایر بزهای کوهی با قامت متوسط است. اگر شرایط مساعد باشد و آنها با موفقیت از شر حیوانات وحشی خلاص شوند، می‌توانند 12 تا 15 سال در حیات وحش زندگی کنند. شاید دنیایی که یک بز کوهی میتواند تصور کند گروهی از پستانداران هستند که در دشت‌ها به گشت و گذار و علفخواری مشغولند، اما فقط علفزارها هستند که میتوانند برای این گروه متفاوت زیستگاه مناسبی باشند. گونه‌هایی که در دشت‌های وسیع زندگی می‌کنند حیواناتی مهاجرند. آنها با دنبال کردن باران همیشه یک غذای سبز و تازه در اختیار خواهند داشت. انتلوپ‌هایی مثل نیالا که در محیط‌های بسته زندگی می‌کنند مایلند درون محدوده زیستگاه خود بمانند و در همان جا هم غذا بخورند. نیالا بومی آفریقای جنوبی است. این بزهای کوهی به جنگل‌هایی که در زمین‌های پست قرار گرفتند و بیشه‌زارهایی که در کنار منابع و سرچشمه‌های دائمی آب واقع شدند علاقه‌مندند. نیالاها از شاخ و برگ و میوه درختان تغذیه می‌کند و البته در فصل بارانی علف‌ها هم جزو غذاهای آنها حساب می‌شوند. توپی‌ها در فضاهای بازتری که در مناطق نیمه بیابانی آفریقا وجود دارد زندگی می‌کنند. جلگه‌های بی‌درخت، دشت‌های سیلابی و مناطق نیمه بیابانی می‌توانند زیستگاه توپی‌ها باشند. این چرنده‌ها مشکل پسند، خوش سلیقه و ایرادگیر هستند. آنها فقط گیاهان تازه را می‌خورند و از خوردن جوانهای تازه و برگ‌های بزرگ و رسیده پرهیز می‌کنند. اگر گیاهان سرسبز باشند، دیگر به آب اضافی احتیاجی ندارند. البته وقتی گیاهان خشک تنها گزینه آنهاست، توپی‌ها آب هم می‌خورند. جنگل‌های بارانی مناطق گرمسیری مرکز و غرب آفریقا محل سکونت غزال‌های کوچک آفریقایی است. گیاهان متراکم و انبوه پوشش مناسبی برای آنهاست. این بزهای کوهی کوچک از تنوع غذایی لذت میبرند و از برگ‌ها، غنچه‌ها و جوانه‌ها به اضافه دانه‌ها و پوست درختان تغذیه می‌کنند. میگویند غزال‌های کوچک آفریقایی میمون‌ها و پرندگان را تعقیب می‌کنند تا در میوه‌هایی که آنها از درختان می‌ریزند سهیم شوند. سرزمین‌های مردابی هم پذیرای بزهای کوهی هستند. بزهای کوهی مردابی که حیوانات نیمه آبزی هستند، در دشت‌های سیلابی آفریقای جنوبی احساس راحتی می‌کنند. آب به آنها امنیت و غذا می‌دهد و گیاهان آبزی غذای مورد علاقه آنهاست. معروف است که بزهای کوهی یا آنتلوپ مردابی تا شانه‌هایشان به زیر آب می‌روند تا لقمه‌ای غذا به دست بیاورند. آفریقای جنوبی و شرقی جایی است که گله‌های آهو را در آنجا در حال غذا خوردن می‌توان دید. در فصل بارانی آنها به سمت جنگل‌ها می‌روند و در خلال فصل خشک آهوها صحرا را ترجیح می‌دهند.
در جایی که علف‌ها بیش از حد بلند شده باشند، آهوها را نمیتوان یافت، چون این موجودات محتاط از رفتن به میان گیاهانی که بتوانند حیوانات وحشی و شکارچی را در خود پنهان کنند امتناع می‌کنند. بزهای کوهی یا آنتولوپ‌ها در محیط پیرامون خود نقش‌های اساسی ایفا می‌کنند. آنها به عنوان حیوانات گیاهخوار در زنجیره غذایی طعمه مصرف کنندگانی قرار می‌گیرند که بالاتر از آنها قرار دارند. بدون وجود بزهای کوهی، گوشتخواران آفریقا مسلماً به دردسر می‌افتند. لاشخورها و موجودات تجزیه کننده مثل باکتری‌ها هم از این بقایای مغذی استفاده می‌کنند. بزهای کوهی که مدام در حال جویدن هستند و مصرف کنندگان اصلی گیاهان به شمار می‌روند، باعث رشد بیشتر گیاهان جدید می‌شوند. وقتی در محیط به راه می‌افتند، به عنوان کودفشان‌های متحرک و دانه پخش کن عمل می‌کنند. یک زیستگاه درست به اندازه حیواناتی که در آن زندگی می‌کند می‌تواند سالم باشد. یک گروه سالم و تنومند از آنها نشانه خوبی از یک چرخه طبیعی متوازن است. از نظر فرهنگی، بزهای کوهی یا آنتولوپ‌ها قرن‌هاست که اثرات خود را بر جای می‌گذارند. منطقه حیات وحش سدربرگ در جنوب آفریقا هزاران مجسمه سنگی دارد. سن یا بادی نشینان مسئول این مجسمه‌های باستانی هستند. تصور می‌شود که قدیمی‌ترین آنها 6000 سال قدمت دارد. تصاویر بزهای کوهی یا آنتولوپ‌ها در بسیاری از آنها نقش بسته است. به خصوص الاند یا آهوی بزرگ آفریقایی ارزش و اهمیت معنوی زیادی دارد. در گذشته، بزهای کوهی یا آنتولوپ‌ها نمادهای متداول نجابت خانوادگی بودند و نمونه‌های جالبی از آن زینت بخش بسیاری از نشانهای خانوادگی و اشرافی بود. بعضی از گونه‌های آن نشانگر ملت‌های سرفراز بوده است. غزال آفریقایی نماد آفریقای جنوبی است و آهوی بزرگ آفریقای جنوبی حیوان ملی نامیبیا است. در ضمن روی سکه‌ها و تمبرهای پستی هم دیده می‌شوند. زیبایی طبیعی آنها برای گردشگران یک جاذبه توریستی مهم است و آنها مشتاق به دست آوردن فرصتی برای دیدن آنها در حیات وحش هستند. منافع اقتصادی محلی مواجهه رو در رو با این بزهای کوهی ارزش و اعتبار آنها را هم افزایش می‌دهد و امید است که این تجربه‌های به یاد ماندنی شناخت و آگاهی در مورد این حیوانات را هم افزایش بدهد و نیاز به حمایت و محافظت از آنان و محیط طبیعی آنها را در نسل آینده هم به وجود بیاورد. وجود گله‌های بزهای کوهی شکوهمند و شاهوار را که زینت بخش مناظر طبیعی هستند نباید یک فرض مسلم تلقی کرد. پژوهشگران معتقدند از میان تعداد بیشمار گونه‌های بزهای کوهی فقط 33% از آنها جمعیت باثباتی دارند. خبر خوب این است که تعداد آهوان جهنده و گوزن‌های یالدار سیاه رو به افزایش است. سالها جنگ داخلی، شکارهای بی‌رویه، از بین رفتن زیستگاه‌ها به اضافه تجاوز و دست درازی انسان‌ها به آنچه از زیستگاه‌های آنها بر جای مانده است، پاره‌ای از خطرات و تهدیدهایی است که باعث کاهش جمعیت بسیاری از گونه‌های بزهای کوهی شده است. در حال حاضر 25 گونه از آنها جزو گونه‌های در معرض خطر انقراض طبقه بندی شدند، به این معنی که آنها در خطر جدی نابودی هستند. 5 گونه دیگر هم در فهرست به شدت در خطر و حتی بدتر از این قرار دارند. در مجموع 1/3 گونه‌های بزهای کوهی در خطرند. در دهه 1990 نسل غزال بزرگ آفریقایی شاخ شمشیری در حیات وحش منقرض شد. برنامه‌های جهانی تولید مثل در اسارت با 200 باغ وحش بقای آنها را تضمین کرده است. اخیراً یک گروه کوچک در یک پناهگاه کوچک واقع در چاد آزاد شدند. پس از 20 سال اولین تولد این حیوان در حیات وحش یک مژدگانی بود. امید است که بسیاری دیگر هم در آینده متولد شوند. بزهای کوهی آنتولوپ‌ها شگفتی‌های طبیعی هستند. بازیگران یکی از بزرگترین صحنه‌های تماشایی که تاکنون روی زمین مشاهده شده است. موجوداتی که نقش حیاتی در سلامت و بهبود محیط پیرامون خود ایفا می‌کنند. نمادهایی از آفریقا اما مشهور در سراسر دنیا. این امیدواری وجود دارد که با حفاظت از محیط زیست و آموزش شاهد آن باشیم که بزهای کوهی در آینده بر دشت‌های بیکران دنیا مسلط شوند.